خبر خوب برای کاسبان تحریم، مکانیزم ماشه فعال شد. خلاصه بخوام بهتون بگم با زبان ساده، یعنی مثلا شورای امنیت و نمیدونم سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نمیدونم FATF و 5+1 و رافائل گروسی و نمیدونم کوفی عنان و اینا همه با ما بدفاز شد. حالا میپرسید چی میشه از این به بعد؟ الان بعد از مکانیزم ماشه، یادتونه چند ماه پیش میگفتیم دلار 78 بود، دلتون برای همینم تعیین میشه. الان دیگه دلمون خیلی بیشتر تعیین میشه و خیلی هم زودتر تعیین میشه. فاصله دلتنگیامون خیلی کم میشه. مثلا برای الان من دلم برای مثلا چهارشنبه تعیین شده، من میریم جلوتر دلم برای امروز صبح یهو تعیین میشه. اینجوری میشه، خیلی تون تون دلمون تعیین میشه. حالا میپرسید امیر حسین چیکار باید بکنیم؟ چرا من میپرسید؟ چرا یه نفر بود بگه امیر حسین در مورد مکانیزم ماشه باید چیکار بکنیم؟ خدا سرشاهده از من نادانتر در این قضیه وجود نداره. یعنی اصلا از من نپرسید. الان حالا نگید امیر حسین تو چرا عین خیالت هم نیست، این قضیه فعال شده خیلی مسئله مهمیه و ناراحت کننده است و اینا، تو چرا برات مهم نیست؟ به خدا خیلی برام مهمه. الان خیلی ناراحتم، ولی من گفتم اولش من بوتاکس زدم. الان دارم الان ببین خیلی گریم داره در میاد، ولی این چون بوتاکسه معلوم نمیشه، باور کن. الان کن. شنیدم مکانیزم ماشه فعال شده، دارم میرم اونجا سازمان انرژی اتمی. امیدوارم که اشتباه شده باشه. حتما که عذرخواهی میکنن و پس میگیرن مکانیزم ماشه رو. خبر خوب برای کاسبان